در تفهیم القرآن که صاحب او ابو اعلای مودودی هست میگوید که یک روز پیغمبر خدا در مسجد نشسته بودند به ناگاه یک مرد از همون زمانهای جاهلیت پیش از اسلامی نزد پیغمبر آمدند و گفتم پیغمبر خدا یک سوال بر تو دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت من زمانهایی که از اسلام درک نداشتم یک دختری داشتم، تخمین 4 سال بود یا 5 سال بود، و من بسیار انس گرفته بود. هر جایی که می رفتم همراه من می رفت و هر کاری که می گفتم برای من یاردم می داد و برای خود این بودن دختر را در خانه عار می دانستم، ننگ می دانستم و مجبور شدم که این دختر را نابود کنم و او را باری میگوید فریب دادم. گفتم ای دختر، گفتم بیرون از قشلاق تماشا می رویم. میگه این دختری من که بر من انس گرفته بود و دائم پیوسته که با ما بود، میگه با من راضی شد. ما از دستش گرفتم، میگه رفتم. وقتی به نزد چاه رسیدم، یک چاهی بود، میگه خیلی چقور بود و این دختر را فریاد زدم نزد من بیا، من بر تو یک شیرینی میدهم. وقتی این دختر میگه با یک چهره خندان نزد من دویده آمد، من وای از دستش برداشتم و در همون چاه پرتافتم. پیغمبر وقتی شنیدن پرتافتن این دختر را شنید، میگوید چنان گریه کرد که حتی میگوید این ریش کلان پیغمبر خدا از آب دیده تر شد. صحابه ها بعد جانب این مرد چی گفتن پیغمبر خدا را غمگین کردی، این چه حکایه بود که برای پیغمبر خدا خبر دادی؟ پیغمبر گفتن که پیش راه او را نگیرید، گویا که تا آخر وی حکایت کند. بعدن چی شد؟ وقتی تو وی را در چاه پرتافتی، بعد چاه پرتافتن چه حالت رخ داد؟ این مرد گفت پیغمبر خدا فقط همین قدر شنیدم، پدرجان این چه حالت بود؟ پدرجان این چه حالت بود؟ این سخن از زبان همان دخترم شنیدم، دیگر چیزی از زبان اون نشنیدم. نمیدانم حالی وی دیگر چی شد. این کودک ها به ای ذنب قتلت، روز قیامت از همین پدرها و از همین مادرها میپرسیدند. حتی پیغمبر خدا میگوید چنگ در سینه های مادر میزد است و میگفت از بهر چی مرا قتل کردی؟ آیا من چی گناه داشتم در دنیا؟ این است زنهای دورای پیش از اسلام، دورهای پیش از آنی که پیغمبر شما و شما مبعوثی به پیغمبری شدن. حال زنها چگونه بود؟ دحیه کلبی در زمان پیغمبر خدا حیات به سر می برد. میگوید 60 سال حیات خود دحیه کلبی در کفر گذرانیدگی بود و پادشاهی را هم به عهده داشت. 700 نفر، صاحب درة الناصحین میگوید 700 نفر میگوید از اولادهای پیغمبر خیش قومیتش در زیر دست همین دحیه کلبی کار میکردن، روز به سر میبردن. پیغمبر خدا دائم دعا میکرد پروردگارا دحیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. چگونه یک پیغمبر در حق عمر و در حق ابو جهل دعا کرده بود که خدایا به یکی از اینها اسلام را مشرف گردان، که اینها خیلی نفوذ کلان داشتن در مکه مکرمه و خداوند عمر را به اسلام مشرف گردانید. این چنین پیغمبر در حق دحیه کلبی دعا میکرد خدایا دحیه کلبی چه آبروی کلان دارد، چه مردم زیاد در زیر دست دارد، خدایا همین دحیه کلبی را به اسلام مشرف گردان. دعای پیغمبر خدا مثل تیری در هدف می رسیدگی دعای پیغمبر قبول شد. روز همین دحیه کلبی خواست که نزد پیغمبر خدا بیاید و اسلام را عرضه کند.
در حال جبرائیل پیک رحمان نزد پیغمبر خدا آمد، گفت محمد خداوند به تو سلام میفرستد، بعد سلام به تو یک بشارت میدهد که دعای تو قبول شد، در دل دحیه کلبی نور ایمان جوش زده ایستاده است، این زمان یا زمان دیگر در مسجد تو حاضر می شود. پیغمبر خدا از شنیدن یک نفر مسلمان چی خوشنودی او را فرا گرفت. حضرت میگوید از جای خود خیستند، نگاه کردند که دحیه کلبی با آب چشم با قدم‌های کلان کلان به سوی مسجد حرکت دارد. رسول اکرم وقتی نزد دروازه که دحیه کلبی رسید، در حال چادر مبارک از بالای سر گرفتند و نزد دروازه مسجد پهن کردند و گفتند خوش آمدی دحیه کلبی، به مسجد مسلمان ها مرحمت، نور دیده تاج سر حضرت دحیه کلبی. در حال آن چادر پیغمبر خدا را گرفتند و در دیده های خود میگه مالیدند و بوسه کردند و گفتند ای پیغمبر خدا، در دل من نور اسلام جوش میزند، دین اسلام جوش میزند، میخواهم که کلمه شهادت، کلمه طیبه را برای من عرضه کنی. پیغمبر خدا گفتند بگو ای دحیه کلبی لا اله الا الله محمد رسول الله. دحیه کلبی که وجود پر از ایمان بود با سوز و گداز لا اله الا الله محمد رسول الله را بیان کرد. رسول اکرم را در آغوش گرفتند. دحیه کلبی میگه چنان گریه میکرد که هیچ گریه او را دیگر کسی پیش گریه او را گرفتن نمیتوانست. رسول اکرم گفتند آیا برای چی گریه میکنی ای دحیه کلبی؟ گفتند ای پیغمبر خدا، من 60 سال حیات خدا در جاهلیت گذرانیدگی هستم و من زنهای زیاد داشتم و از این زنهای من دخترهای زیاد تولد شده است. از این دخترهای زیاد قریب 70 تای او را خود به دست خود من زنده به گور کردگی هستم. ای پیغمبر خدا، حال من در قیامت چی می شود؟ از خدای خود بپرس، اگر اجازت دهد من راضی هستم که خودم را به دست خودم قتل کنم و اگر خداوند رخصت دهد من تمام مال و ملکی که دارم همه اون در راه خدا خیر و احسان میکنم تا که از این گناهی من خدای مهربان گذر کنه. رسول اکرم میگوید گریان شدن، در حیرت افتادن، این چی جهل بود، این چی جاهلیتی بود که این مردم فرا گرفته بود. رسول اکرم در حال از جبرائیل امین پرسان کردند. جبرائیل پیک رحمان میگوید یک زمان ناپدید شد و گشته آمد، گفت ای پیغمبر خدا، به دحیه کلبی خبر بده، به دحیه کلبی خبر بده که وقتی که وی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را با زبان خود راند، آن گناهایی که در دوره جاهلیت کرده بود همگی را خدا مغفرت کرد. رسول اکرم خرسند شدند و این بشارت را به دحیه کلبی گفتند و به سوی اصحاب گشته گفتند خوش به حال ما و شما که چنان خدای داریم که با یک کلمه گناه و پلیدی ها و جاهلیت 60 ساله دحیه کلبی را بخشید. هر روز ما و شما چند مراتبه کلمه شهادت میگوییم، چند مراتبه تسبیح خدا میگوییم. خوش به حال ما و شما که خدا ما و شما را میبخشد. پیغمبر اینو به اهل اصحاب خبر داد. بین این حکایه ها، این تعریف ها گواهی آن هستند که در اصل تا زمان اسلام، تا زمان آمدن پیغمبر چی جهل و چی نافهمی ها دنیا را فرا گرفته بود. زن، دختر اینها قدر و قیمت نداشتند.